سفر وقت با انسانهای دانا و خوش‌سلیقه همراه شود تنها دیدن مکانها نیست، بلکه لمس تاریخ، فرهنگ و آرامش است. رئیس مجتمع شرکت‌های سیاحتی و زیارتی حاجی نور در کنار مصروفیت‌های گسترده تجاری و خدمات زیارتی همواره علاقه ویژه‌ای به سیاحت، تفریح و معرفی زیبایی‌های سرزمین وحی داشته است. او در بسیاری از سفرها مهمانان ویژه، دوستان نزدیک و همراهان خود را به دیدنی‌ترین و تاریخی‌ترین مکان‌های عربستان سعودی، به ویژه شهرهای مقدس مکه مکرمه و مدینه منوره میبرد، جایی که هر کوچه و هر مکان روایتگر بخشی از تاریخ پرافتخار اسلام است. از بازدید مکانهای تاریخی و فرهنگی گرفته تا لحظه های آرامش بخش در فضای روحانی حرمین شریفین، او تلاش می کند تا مهمانانش تنها یک سفر عادی را تجربه نکنند، بلکه خاطره فراموش ناشدنی و معنوی را با خود ببرند. رئیس مجتمع شرکت‌های سیاحتی و زیارتی حاجی نور باور دارد که سفر زمانی زیباتر می شود که با شناخت تاریخ، احترام به فرهنگ و لذت بردن از زیبایی های جهان همراه باشد. او با عشق و علاقه هم تجارت را دنبال می کند و هم فرصت دیدن و شناختن سرزمین های تاریخی و مقدس را برای دوستان و همراهان خود فراهم می سازد. حاجی نور سفر فراتر از راه، سفر به سوی خاطره، آرامش و شناخت.